د رحمان او رحیم ذات په سپیڅلي نامه درنو او قدرمن لیدونکو سلامونه ونیکي هیله مې ومنه هیله د ټول جوړ روغ او د صحت جامع مبتنوي لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د استادونو د وده او کارمخانو کورنۍ او تد همیشه ځوانان ته کار کوي او همیشه هغه کسان کار کوي چې ټول ته مثبت ګام ږدي په دې لړ کې را سره نن داسې یو څوک دی چې هغوی هنر کاروي یا رسامي کوي قدرمن خور محدثه امیری را سره ده. محدثه امیری هغه څوک ده چې رسامي کوي او همچنان خایسته منظری رسامي کوي، یعنی د هنر د رسامي هنر د هر چا کار نه دی او ډیر کسان ورسره مینه لري. نو خبرې نه اوږدوم، راځو محدثه امیری پیژنو. بانو امیری خوش آمدید. سلام خدمت شما که جور سلمان باشین، تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. محدثه امیری استاد رسامی و همچنان استاد آنلاین. بسیار خوب. بله 4 صنف آنلاین دارم که کاملا رایگان می باشه. بسیار خوب. بر دختر خانم ها همچنان بچه ها میتونن اشتراک بکنن. بسیار خوب. و برای فعلا صنف حضوری ریدیس دارم که انشالله یک ماه بعد آغازش می شود. بسیار خوب. رسامی رو از کجا شروع کردین؟ چی باعث شد که به رسامی روی بیارین؟ خب رسامی دقیقا صنف 8 بودم که آغاز کردم. ولی در صنف 5 وقتی که استاد ما رسام بود همیشه رسامی خودم می آورد و از استاد ما الهام گرفتم و صنف 8 که بودم باز آغاز کردم کم کم تا اینجا رسیدیم و حضوری هم خواندم. برای فعلا آنلاین تدریس میکنم. رسامی که آدم شروع میکنه مثلا در مکتب ما به نام رسامی یک مضمون داشتیم، ولی من خودم نتوانستم تا آخر رسامی انجام بدم که بعضی از مردم انجام میتن. یعنی چی باعث میشه که یک آدم بتونه یک رسام مسلکی شود؟ خب یکی از چیزایی که مهم میباشه استعداد است که همه انسان ها استعداد داره، ولی کسی که پشتش میگرده سر او کار میکنه سر استعداد خودت که میتونن در یک جای برسه. وقتی که با دوستایم بودم البته در بخش مکتب، وقتی که مکتب میخواندیم از طرف استاد خیلی تشویق میشدم چون همیشه رسمایی میکشیدم، رسمای تخیلی، ولی استاد ما خیلی تشویق میکرد. بعد از او پوش رسامی گرفتم، فهمیدم که در رسامی خیلی استعداد دارم و تا اینجا هم پیش آمدیم. بسیار خوب. چند سال در رسامی کار کردین؟ خب صنف 8 آغاز کردیم تا صنف 12 خواندم خودیم، ولی بعد از او که فارغ شدیم از مکتب و حضوری هم تمام شد باز کم کم رشته استادی را گرفتیم که آنلاین فعلا تدریس میکنم. بعد از اون انشالله که حضوری هم میشه صنفای ما. بسیار خوب. آنلاین شما شاگرد را دارین که رسامیش از استاد کردن بالا باشه؟ به خاطر که بعضی وقت تو واقعا میشه که یک کسی شاگرد یک آدم میباشه ولی یک روز یک کار میکنه که از استادم بالا باشه. شما تو شاگرد دارین که از شما قدم رسامی بالا کشیده باشن؟ بله یکی از دوستا شاگردایم از پرستو جان که در ایران هستن. بسیار خوب. شاگرد آنلاین البته اونا خیلی در رسامی علاقه دارن و همیشه نمونه‌ای که میفرستم اونا پیش از اینکه مثلا تایم تمام شه اونا تمام میکنه ولی خیلی عالی میکشن. میشه بگیم از ما که خیلی عالی پردازش طراحیش خیلی عالی و مقبول میکشن. بسیار خوب. شما در رمی هنری که یاد گرفتین در کدام نمایشگاه یا جای دیگه اشتراک کردین به خاطر رسامی های خودتون؟ بله در سال 2008 در پانتون کابل که جشنواره سراسری رسامی بود و اونجا در جشنواره شرکت کردیم، مقام سیوم گرفتیم در بین 6 ولایت بود. شما از ولایت کابل اشتراک کرده بودین؟ بله از ولایت کابل. در چند ولایت؟ 6 ولایت. در 6 ولایت مقام اول گرفتین؟ بله. بسیار خوب. شاگردایتان فعلا حضوری هستن یا نه آنلاین؟ فقط آنلاین درس میتین؟ خب فعلا که آنلاین است 4 صنف ما که از کشور کانادا می باشه، از بنگلادش هم از شاگردای ما، از ایران هم که افغانای خود ما می باشه. ولی بعضی از دوستا درخواست کردن که صنف حضوری باشه چون آنلاین زیاد تاثیر خود داره ولی اینقدر اندازه حضوری نمیشه، به خاطر حضوری ریدیست گرفتیم که انشالله آغاز میشه. رسامی یک سوال من در رسامی از پیشتان دارم. رسامی را که شما انجام میتین مثل که یک آدم تعمیر جور میکنه، نقشه جور میکنه، رسامی هم همونطور است یا نه؟ چیزی که در فکرت آمد رو رسامی میکنی؟
خب نقاشی دو بخش داره، یکی تخیلی می باشه که مثلا نظری نمونه کار میکنیم. وقتی ما چهره را آغاز میکنیم البته که مثل ساختمان البته اسکیچ بندی طراحی بعد از ما او را پرداز میزنیم. ولی رسم تخیلی که است فقط انسان میتونه حس خود روی کاغذ بیان بکنه که این تخیل میگن، یا از طبیعت باشه یا مثلا افکار انسان وادار میکنه که یک رسامی ذهنی بکشه و این دو بخش می باشه رسامی. بله یعنی اول نقشه‌ش میکشین باز بعد از اسکیچ بندی باز بعد از رسامی. بسیار خوب. یک فردی که هیچ رسامی بلد نباشه در چه مدت میتونه یک رسام موفق شود؟ خب کسی که برفن شاگردای دارم که از پایه آغاز کرده، اونا تا 3 ماه تا چهره را یاد گرفتن. از چی آغاز کرده؟ از پایه، یعنی از اول. خب بسیار خوب. بله در اول ما خطوط آغاز میکنیم که خطوط در رسامی خیلی رول داره. بسیار خوب. که خط افقی، عمودی، مایل، مثلث، دایره و پرداز. باز بعد از او درسای چهره را میرسن و 3 ماه در بر میگیره که یک رسامی خیلی عالی و فوق العاده شد. بسیار خوب. شما اینجا لوگوی اوته در رسامی کردید. من ایره به دوستان نشان بدم. دوستای عزیز، این کار بانو امیری است که لوگوی اوته در کشیده، بسیار مقبول. این لوگو را شما در چه مدت رسامی کردین؟ ایره در حدود 24 ساعت. بسیار خوب. بله وقتی که خوب دایره خیلی مهم می باشه. وقتی دایره را کشیدیم باز بعد اسکیچ بندی کردیم باز رسامی کردیم 24 ساعت طول کشید. بسیار خوب. در این دایره او تو شده که مثلا یک دفعه یعنی اسکیچ بندی انجام داده باشین و پس او را از بین برده باشین با پنسل کار میکنین؟ بله امروی پنسل طراحی میکنیم که اجبی است که وقتی راحت پاگم میشه. بسیار خوب. ولی وقتی که اسکیچ بندی کردیم نه خیر، چون ما پرداز میخوانیم دایره رو میخوانیم. وقتی که ما طراحی میکنیم باید قسم وقتی ما آموزش میبینیم که وقت دایره رو میکشیم نباید خراب بیاید و این را پاگم نکردیم، فقط یک بار دایره کشیدیم باز بعد از بسیار خوب. او دوستان رو گوری در غذای ما عکس مرم رسامی کردن که بسیار مقبول، خود مقبول گفتن چی رقم باشه ولی خوب رسامی کردن یعنی خوب کشیدن. این عکس مرا باز در چه مدت نقاشی کردین؟ ایره 2 روز در بر گرفت، چون وقتی که لوگو تمام کردم باز عکس دان اسکیچ بندیش و همچنان طراحیش چون مصرفیت‌های صنفم است، صنف آنلاین و 2 روز در بر گرفته. بسیار خوب. من در اینجا یک سوال دارم. چشمای من کمک کج بود یا چشمایم نه در عکس به نظرم کج بود. خب بسیار خوب. دوستای عزیز عکس مرا دیده و بعد از او رسامی کرده. کلا این یک لوگو یک عکس که شما رسامی کردین در چه مدت رسامی کردین؟ میشه گفت 3 روز. 1 روز لوگو، 2 روز صورت چهره شما بود البته نمونه عکس شما. بسیار خوب. چون صنفای آنلاین هم دارم تا ما ویدیو میسازم و آمادگی بر سین میگیرم. 4 صنف آنلاین است که خیلی مصرفیت می داشته باشم تا ویدیو جور بکنم و به شاگردا درس بدم. خیلی طول میکشه، به مو خاطر 3 روز در بر گرفتم. بسیار خوب. اگه کدام پیام دارین کامرا در خدمتتون. تشکر، سلامت باشین. تشکری خاص از مؤسسه اوتید که به خاطر تشویق جوانان هنرمندان کار میکنه و پیام خاص ندارم، فقط به جوانان کسایی که واقعا در بخش هنر رسامی استعداد علاقه دارن میتونن استعداد خود پشت استعداد خود برن و استعداد هیچ وقت در وجود خود نادیده نگیرین. انشالله که یک وقت میتونید از طریق استعداد خود موفق شوید. بخیر باشین. بانو امیری یک تقدیرنامه است از طرف رئیس مؤسسه اوتید به شما در نظر گرفته. در عرصه زندگی موفق سربلند باشین. بخیر باشین. تقدیرنامه از شماست. بخیر باشین. درنو قدرمن دوستان، تاسو قدرمن خور محدثه امیری و پیژندل او د هغې د رسامۍ سره د هغې رسامۍ مو ولیدل او په دې پوه شوئ چې یو رسام څومره وخت کې کولی شي یو رسامي وکړي او هغه کسان چې رسامي نه وي کړي په څومره وخت کې رسامي زده کولی شي. که تاسو هم ورته شخصیتونه پیژنئ نو زموږ د واتساپ په شمېره زموږ سره اړیکه ونیسئ. تر بلې خپرونې چې زه رفیع الله فاروقي ستاسو چوپړ ته راځم، تاسو ټول په لوی بښونکي او مهربانه خدای سپارم. په ځان پام کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.